دانشگاه ملی تاجیکستان که یکی از بهترین دانشگاه کشور محسوب می‌یابد، در اینجا رشد نمودهای گوناگون ورزش به راه مانده شده است. در اینجا دانشجویان همه روزه به خاطر تمرین و مشق می‌آیند و برای سالمی دائمی خود تلاش می‌ورزند. همین است که رهبریت دانشگاه ملی تاجیکستان برای ساختمان تالار و میدانچه‌های گوناگون ورزشی تصمیم‌های جدید را پیش گرفتند. برابر به دست آمدن استقلال دولتی در کشور، توجه رهبریت عالی مملکت به ساحه ورزش بیشتر گردید. زیرا ورزش یکی از ساحه‌های مهم برای تربیت نسل نوروز جوان در روحیه سالمی و تندرستی محسوب می‌یابد. در این زمینه در مؤسسه‌های تعلیمی مملکت برای بهتر ساختن وضع این ساحه توجه زیاد روانه می‌گردد. باعث افتخار است که امروزها سرتاسر جمهوری از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان خصوصا پرزیدنت مملکت محبوب ما معظم ما جناب عالی امام علی رحمان بسیار در ساحه تربیت جسمانی ورزش قانون‌ها قبول کرده شده است. قانون تربیت جسمانی و ورزش در جمهوری کنسپسیون ملی انکشاف تربیت جسمانی و ورزش امروزها عمل میکند. از همین جمله یعنی که هرچی بیشتر جلب ساختن جوان پسران و جوان دختران اویدید تربیت جسمانی و ورزش. دانشگاه ملی تاجیکستان یکی از بزرگترین مؤسسه‌های تعلیمی مملکت بوده، از جمله موفق‌ترین دانشگاه‌های عالی کشور به شمار می‌رود. دانشگاه در طول 75 سال موجودیت خود با موفقیت‌های زیاده در تمام بخش‌ها، به ویژه در ساحه ورزش و تربیت جسمانی دست یافته است. در اینجا همه روزه مشق و تمرین‌های دست جمعی ورزشکاران و دانشجویان دانشگاه دایر گردیده، رشد نمودهای گوناگون ورزش به طور گسترده به راه مانده شده است. در دانشگاه ملی تاجیکستان مجمع و میدانچه‌های ورزشی به خاطر سالمی محصلین این بارگاه بزرگ علم و معرفت ساخته شده، وسیله مهم در سمت سالم‌گردانی دانشجویان دانشگاه به حساب می‌رود. دانشجویان دانشگاه پس از فارغ شدن از درس‌ها به خاطر سالمی بدن خود در میدانچه‌های ورزشی دانشگاه با مشق و تمرین مشغول می‌شوند. بنا به گفته مسئولین دانشگاه، رشد انکشاف نمودهای گوناگون ورزش میان دانشجویان دانشگاه به طور خوب به راه مانده شده است و پیشروی‌های نظررسی در این روند به چشم می‌رسند. زیاده از 10 سال می شود که من در دانشگاه همچون به حیث معلم تربیت جسمانی کار میکنم و در دوام این 10 سال همه نظر رشد و انکشاف تربیت جسمانی رو در خود دانشگاه به چشم خود همین دیده ایستادم که روز به روز تربیت جسمانی در دانشگاه ملی رو به ترقی است، روز به انکشاف است و رشد می‌یابد. مسئولین دانشگاه ملی تاجیکستان به خاطر عمومی‌گردانی ورزش در سراسر دانشگاه تدبیرهای مهمی را به راه ماندند. از جمله ساختمان مجمع ورزشی و میدانچه‌های خرد فوتبال در دانشگاه دلیل پیشرفت عمیق